منطق طرفدارای رئال مادرید هم خیلی جالبه. چرا؟ چون وقتی کاکا توپ طلا رو برد گفتن او از ژاوی و اینستا بهتره، چون اونا هیچ وقت این جایزه رو نبردن. اما وقتی مسی توپ طلا رو برد گفتن توپ طلا ارزشی نداره. وقتی بنزما توپ طلای 2022 رو برد گفتن این یعنی او از لواندوفسکی و سوارز بهتره. اما وقتی 3 بازیکن آکادمی بارسا جوایز فیفا رو بردن گفتن جمع کنید این مسخره بازی‌ها رو و گفتن 4 تا رأی خبرنگار که ارزشی نداره. وقتی مودریچ 2018 توپ طلا برد گفتن خب اون تو تیم ملیش بهتر از مسی و رونالدو بود، پس حقشه. این مودریچ بود که کروات‌ها رو به فینال جام جهانی رسوند. اما اگه به مادرید فنها بگید وینی حقش توپ طلای 2024 نبود چون تو تیم ملی ضعیف بود، میگن تیم ملی که ارزشی نداره و مسابقات ملی مسخره‌اند. حالا رئالیا یک سوال دارم ازتون، کدوم یکی بالاخره توپ طلا معتبر هست یا نه؟ والا آقا داوود، من از خودم بیام رئال مالیک بازی کنم، ولی میدونی این مدیرای فردی سن ژرمن نمیذارم. من هر سری الکی بهونه جور میکنم، اینا هم اوکیش میکنم. مثلا این سری گفتم پرشیا سفید کف خواب میخوام، بعد از ظهر دیدم یه پرشیا 93 آوردن دادن باشه. مثلا گفتم خونه توی اهری میخوام، یه خونه 5 متری واسم اجاره کردم. چی بگم آخه ناموسم، آرزوی هر فوتبالیستی توی رئال مالیک بازی کنه. از اون طرفم پرشیا 93 خونه تو اهری یه چیز دیگه است. نمیدونم یه بهونه جور کن، میخوای من بیام اونجا یه نیسان آدم از سراسیاب بریزم یه جور حلش کنیم.